هفته خبر تو خبر داره براتون از ولی فقیهی که دمش حسابی توی تله افتاده. تا دیروز نوچه‌های عظما شعار صادر کردن بسیجی برای راه اندازی یک انقلاب جهانی سر میدادن. امروز باید نیروها آماده بشن، برن به شمال آفریقا، برن به شرق آسیا، برن به قلب اروپا. باید آماده عملیات‌های جهانی باشیم. بچه‌های ما در 5 قاره عالم دیگه حضور دارن و دارن همه جا علیه استکبار می‌جنگن. مقدمات ظهور رو باید فراهم کرد و باید یک جهاد بین‌المللی رو دامن زد. از هیچ کس هم نباید ترسید. حالا امروز که یکی از همین تروریست‌های صادراتی در حین مأموریت گیر افتاده، همشون به تته پته افتادن و میگن این همش یه بازی کودکانه است. یه بازی بسیار کودکانه ای را آغاز کردن. ما و سعودی ها روابط متعارفی داریم و این دلیلی نداره که ایران از این کارهای کودکانه ای که اینا طرح کردن و خیلی به نظر میرسید که ناشیانه عمل کردن. بله، شاید هم منظورش اینه که این عملیات در برابر عملیات‌هایی مانند برج‌های خبر و انفجار ساختمون آمیا در آرژانتین و خوابگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت یک بازی کودکانه به حساب میاد و چیز چندان مهمی نیست. البته اگه حرف دل عظما رو بخوای، دل تو دلش نیست که مبادا این بازی کودکانه یه وقت جدی بشه و کار دستش بده. سیدعلی که این روزها زیر فشارهای داخلی و خارجی حسابی فکش به زمین چسبیده و خودش رو به زور روی زمین کشون جابجا میکنه برای اینکه آب و هوایی عوض کنه، راهی کرمانشاه شد. اونجا هم با راه اندازی بساط ساندیس خوری یه مش بسیجی پتو پیچ رو جمع کرده بودن تا یه حالی به عظما بدن. ساعت 2 شبه. این موقع شب اینجا چیکار میکنید؟ منتظریم آقا بیاد. خب یعنی نمیخوای بخوابید؟ نه دیگه، خواب نداریم. ما دیوونه آقاییم. خواب معنی نداره برای ما. زندگیمون عکس آقاست. بله، این هم یه شیوه زندگی کردن با عکس آقا که در خوابگاه دانشگاه. حالا این بسیجی‌های دبنگ اگه قیافه نزار و مردنی عظما رو ببینن چه حال و روزی پیدا میکنن؟ و از خیلی ها که میپرسیدم اگر رهبر معظم انقلاب رو ببینید چی از ایشون خواهید خواست و چه صحبتی با ایشون خواهید داشت، میگفتم ما فقط ایشون رو ببینیم یه دل سیر گریه میکنیم. البته اگه حسابی سیر شده باشن دیگه گریهشون مثل این آخوند دودوزه باز زورکی میشه و باید از پشت تلفن شدت گریه رو کنترل کرد. بخوانید برادر. آقا بفرمایید. نوجوانک برم مرا به میدان، میان این کافرم نه مسلمان. ای نوجوانک برم مرا به میدان، نکته مرا پریشان. آقا صدایش به قطع شد. نبی بخوانید. بسان بیایت برم، بسان بیایت برم، گلشنت فغان مرا به میدان. ای نوجوانک برم مرا به میدان. تو دیادر هوش من شدت تو در این دل مستقل، در این دل مستقل. ای نوجوانک بر. این هفته روحیه دادن به نیروهای منفور انتظامی هم بود که میخواستن به ضرب دود و نور نیروی انتظامی رو مردم پسند جلوه بدن. به تو تکیه میرم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی.
من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی. ولی نفرت از نیروی انتظامی خیلی بیشتر از ایناست که بشه با این فیگورها بزکش کرد و آش این نفرت عمومی به قدری شوره که خودشون هم باید بهش اعتراف کنن. تو همین شرک اکباتان یه بار رفتم مثلا راپل شده یه ساختمون خالی کردن، آقا دوباره رفته یه دیش ماهواره دیگه گذاشته، بار سوم رفته گذاشته. نکته که من چون اونجا توی جمع مردم قرار گرفته بودم، کسانی که داشتن نگاه میکردن خیلی دقت کردم سردار به حرفا که مردم میزدن. بعضی‌ها متاسفانه توهین میکردن به شأن پلیس که اینکه چه کار مسخره‌آمیزیه، ببخشید من نمیخوام این کلمه رو استفاده کنم. به نمودی که در مقابل مردم و افکار عمومی داره نمود خوبی نیست، سردار بپذیرید. این هم یکی از مانورهای اوباش خامنه‌ای برای دفاع از حاکمیت در برابر تهدید مردم. یک بخش از آمادگی‌هایی که امروز شاهدش بودید آمادگی گردان‌های امام بسیج بود برای مقابله با اغتشاشات یا ناامنی هایی که دشمنان ما برنامه ریزی میکنند یا حمایت میکنند. این همایش، این نمایش، این رزمایش داره از اکثر رسانه ها پخش میشه تا دشمنای اسلام و ایران بدونن که همیشه ما بچه بسیجی تو صحنه حاضر هستیم. ما بلافاصله رفتیم سراغ اکثر رسانه ها و دیدیم بله دارن همین رزمایش رو نشون میدن. اینجا در این کانال رژه هماهنگ بسیجیان رو میبینیم که داره توسط یک ماشین کنترل از راه دور هدایت میشه. رسانه بعدی تصویری از یک کماندوی بسیجی موتور سوار که داره حرکات آکروباتیک انجام میده. ماجرای اختلاس هم که 2 هفته پیش به توصیه سیدعلی قرار بود کش پیدا نکنه، همین جوری داره کش پیدا میکنه. 10 سال به حرفهای رهبر درباره مبارزه صریح و بی‌تعارف با فساد اقتصادی اونطور که باید و شاید گوش نکردید و توجه نکردید تا اینکه گند این فساد اخیر حال همه رو بد کرده. این هم رئیس بانک مرکزی که از ترس جراحی شدن توی این داستان داره دست پیش رو میگیره که پس نیفته. من خیلی راحت عرض کنم تحت هیچ عنوان به کسی باج نخواهیم داد و تا آخر این فساد هم میریم تا در ما خودمون مدعی هستیم. اگر بیارن که فشار بیارن تو برو کنار این فساد پایمال بشه اصلا نمیذاریم. و بنده رو آقای رئیس جمهور حکم زدن، هر وقت آقای رئیس جمهور تصمیم گرفتن یا مقام معظم رهبری اشاره به یه طریق من بحث خدمتونم کردیم، ولی با شانتاژ چند نفر حتما این کارو نمی‌کنیم. خلاصه این دعوای سگ و گربه و داستان کی بود من نبودم همچنان ادامه داره. در پایان تفاوت اشتهای 2 کودک رو با هم می‌بینیم. اول اشتهای یک کودک خارجی در برابر غذای خاص کودکان. No, honey, it's okay. What more? و بعد هم اشتهای یک کودک هموطن برای خوردن یک غذای ملی. بله، چلو کباب سلطانی.